متاسفانه تو جامعه ما مد شده که مردم از نوروبیون استفاده میکنن به عنوان یه ماده‌ای که حاوی ویتامین B1 B12 و B6 و کمک میکنه برای اینکه تقویت بشه بدنشون، مخصوصا برای ورزشکارا، مخصوصا اونایی که میخوان غلبه کنن بر سردردهای میگرنی که دارن یا اصلا اساسا خستگی مزمن دارن. از اون افراد دیگه‌ای که از این ماده استفاده میکنن افرادی هستن که تیروید کم کار دارن. اما این نوروبیون یه سری عوارض داره، از جمله این عوارض هم اختلالات گوارشیه که به وجود میاره و باعث بروز یبوست در فرد میشه یا حتی باعث که سردرد میگرنی تشدید بشه، باعث میشه که اختلالات عصبی عضلانی به وجود بیاد، باعث میشه که اسپاسم عضلانی در فرد بروز پیدا کنه. اما مجموعی که ما به شما معرفی میکنیم فقط یک مادهش یک نوع گردگله که معروف به خاویار گیاهی. این ماده حاوی 250 نوع ماده مغذی بدنه. پروتئین موجود در اون از سفیده تخم مرغ و فیله مرغ هم وزن خودش بیشتره و 10 نوع اسید آمینه مورد نیاز بدن رو تأمین میکنه. بقیه مواد موجود در اون شامل ژل رویاله که معروف به اکسیر جوانی. چرا بهش اینو میگن؟ به خاطر اینکه افزایش دهنده طول عمره و تستوسترون ساز هست. مورد بعدی این که در اون از جینسینگ استفاده شده، جینسینگ و سور جینسینگ سفید. علاوه بر این عسل موجود در اون عسل کنار بوشهره که این عسل تقویت کننده قلب و عروقه. یه مواد موجود در اون شامل ژل رویال هست که این ژل معروف به اکسیر جوانی. چرا بهش میگن اکسیر جوانی؟ به خاطر اینکه باعث افزایش طول عمر میشه. همچنین این ماده تستوسترون ساز هست. علاوه بر این در اون از جینسینگ و سور جینسینگ سفید هم استفاده شده. مضافاً این که در اون از عسل کنار استفاده شده که تقویت کننده قلب و عروق. اگر تصمیم گرفتی که استفاده از داروهای شیمیایی در این زمینه رو محدود کنی، بهت تبریک میگم، تصمیم به جاییه. من بهت کمک میکنم که به هدفت برسی. فقط کافیه که تو دایرکت بهم پیام بدی.